سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی متشکرم که من رو تماشا میکنید. با آموزش برنامه‌نویسی سالیتی در خدمتتون هستم و در این قسمت میخواییم عملگرها در قرارداد هوشمند رو بگم خدمتتون. عملگرها چیزی در حدود در واقع 6 نوع عملگر داریم با تقسیم بندی که انجام دادم. سعی میکنم خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم و نکات مهمی که نیاز هست شما بدونید رو خدمتتون ارائه بدم. اولین عملگرهای حسابی هستن. این عملگرها شامل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و در واقع 4 عمل اصلی ریاضیات به اضافه حالا 2 عملی که همون کار رو انجام بدن، فقط خلاصه میکنن کار ما رو، به علاوه 1 و منهای 1. به عنوان مثال اگر ما یک مقداری رو به نام 10 و 20 یعنی عناوین A و B رو به این دوتا مقدار بدیم، اگر A رو با B جمع بزنیم خب 30 میشه، A رو از B کم بکنیم منفی 10 میشه، A رو در B ضرب بکنیم 200 میشه، B رو تقسیم بر A بکنیم 2 میشه. B درصد که بهش میگن پرسنتیج و باقی مانده رو بهمون میده. یعنی فرض بفرمایید اگر شما 20 رو تقسیم بر 10 بکنید، باقی مانده که به شما میده 0. A++ یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما A رو با 1 جمع بکنید و مقدار رو داخل A بریزید، میاد خلاصه نویسی میکنه. دیگه نیاز نیست شما بنویسید A به علاوه 1 مساوی است با A. همین که بنویسید A++ 10 رو به اضافه 1 میکنه و داخل A میریزه. همینطور در منها و تفریق هم همینطور هستش. یعنی اگر A رو منهای 1 ما بکنیم میشه و مقدار رو در اون A بریزیم، یعنی A منها میذاریم جلوش که میشه 9. عملگر بعدی عملگرهای مقایسه‌ای هستن. به منظور مقایسه چند مقدار مختلف مورد استفاده قرار میگیرن. یعنی چند مقداری که با هم دیگه میخوایم کوچیک یا بزرگ بودنشون رو مثلا در واقع بسنجیم. کوچیکتر مساوی، بزرگتر مساوی، کوچیکتر، بزرگتر، نامساوی و مساوی. به عنوان مثال همون در واقع مثال قبل A رو برابر 10 میگیریم، B رو برابر با 20 در نظر میگیریم. اگر A مساوی بود با B is not true. چرا is not true جواب؟ به خاطر اینکه مقدار 10 A مقدار B 20. این دوتا با هم برابر نیستن. ولی در دوم میگه A برابر نباشه با B. اینجا تروه. چون A 10 و B 20. A زمانی که بزرگتر از B باشه. اگر A از B بزرگتر باشه is not true. چرا؟ چون A 10 و B 20. A کوچکتر از B باشه. درسته. A بزرگتر یا مساوی با B باشه is not true. چون A 10 و B 20. A کوچکتره، بزرگتر نیست. A کوچکتر یا مساوی با B باشه که در اینجا هم میبینیم درسته و true. عملگر بعدی عملگرهای منطقی هستن. عملگرهای منطقی برای ترکیب 2 یا چند شرط استفاده میشن. not or and. به عنوان مثال همون مقدار رو A رو برابر با 10 در نظر بگیرید، B رو برابر با 20. اگر A و B is true باشن، یعنی مقدار A و B برابر با 0 نباشن، A و B جوابش true میشه. اگر A یا B چرا is true شده؟ میگه 1 یا هر دو شرط درست باشن. A و B علامت not گذاشته پشتش، یعنی باید برابر 0. اینجا که نوشتیم مقدار A و B برابر 0 نباشن، اینجا باید برابر 0 باشند. پس چون نیستند فالس شده. عملگر بعدی که ما خدمتتون عرض بکنم، عملگر خدمت شما عرض کنم که تخصیصی هستش. تخصیص مقدار. برای تخصیص یا واگذاری مقدار به یک متغیر کاربرد دارن. همینطور که میبینید اینو بهتر در مثال خدمتتون توضیح بدم. فرض بفرمایید که شما مقدار A برابر با 10 و مقدار B برابر 20 رو دارید. در اینجا اگر C رو مساوی قرار بدیم با A به اضافه B، C مساوی میشه A به اضافه B. خیلی منطقی و روال هم هست. ما اینجا اومدیم از مساوی استفاده کردیم.
ولی زمانی که شما به علاوه و مساوی رو استفاده میکنید دیگه نیازی نیست بنویسید C به علاوه A و مقدارش رو بریزید داخل C. اگر C به علاوه مساوی رو قرار بدید و مساوی با A قرار بدید دقیقا همین معنی رو میده. یعنی شما C رو با A جمع بزنید و مقدارش رو داخل C بریزید. همین معنی رو در منها هم میده، همین معنی رو در ضرب هم میده، همین معنی رو در تقسیم هم میده، همین معنی رو در پرسنتیج هم میده. یعنی شما بهش بگید که آقا C رو تقسیم بر A کن، باقی ماندهش رو بریز داخل C. اومده برای خلاصه نویسی کردن و خواناتر بودن کد از این در واقع متغیر استفاده کرده که همونجور میبینید خیلی خلاصه میشه کدمون. عملگر بعدی عملگر شرطی هستش. عملگرهای شرطی یک عملگر سه بخش هستش که ابتدا مقداری ارزیابی میکنه و بر اساس شرط کار رو انجام میده. فرض بفرمایید کاندیشن شرط ما باشه اگر این اتفاق افتاد درستی شرط رو با علامت سوال نشون میدیم و نادرستی شرط رو با 2 نقطه. با عنوان مثال اگر شرط ما فرضاً یک لامپی روشن باشه، اگر true بود سپس یا مقدار رو A قرار بده، در غیر این صورت else مقدار B رو قرار بده. فرض بفرمایید که یوینت result نتیجه گیریمون اگر A بزرگتر از B بود و درست بود A رو منهای B کن، در غیر اون صورت B رو منهای A کن. اومده خیلی خلاصه در واقع شرط رو برای ما نوشته و خاصیتی که داره در واقع همون خلاصه نویسی و تمیز نویسی کد هستش. عملگر بعدی عملگرهای بیتی هستن. در عملگرهای بیتی اینو از عملگرها در سطح بیت کار میکنن. برای کار با داده های سطح پایین هستن و با استفاده از این عملگرها میتونیم محاسبات رو سریعتر و با هزینه کسی کمتر انجام بدیم. and or XOR not right shift left shift. right shift و left shift یک در واقع بیت به سمت جلو، به سمت راست یا به سمت چپ در واقع انتقال میده. این در مثال خدمتتون توضیح میدم. فرض فرمایید که در این مثال ما 2 عدد 8 و 5 رو در نظر بگیریم. ما ابتدا باید بیایم این عدد 8 و 5 رو باینری بکنیم. عدد 8 رو در نظر بگیرید، عدد 5 رو عذرخواهی میکنم در نظر بگیرید. ما این عدد رو باید 2 یا باینریش بکنیم. برای اینکه این کار رو انجام بدید باید تقسیم بر 2 کنیم تا به 0 برسیم. همونجور که مشاهده میکنید 5 تقسیم بر 2 شده، باقی مانده 1. 2 تقسیم بر 2 همینجوری تا انتها اومده تا به 0 رسیدیم. وقتی به 0 رسیدیم میایم از پایین شروع میکنیم به خدمت شما عرض کنم که نوشتن. اینجا 8 خونه وجود داره به خاطر اینکه ما 8 بیتی در نظرش گرفتیم. حالا میایم جایگذاری میکنیم 0 1 0 1 0 1 0 1 و چون 8 بیت داریم و خونه‌های خالی داریم الباقی رو 0 در واقع جایگذاری میکنیم. همین کار رو برای 8 هم انجام میدیم، به باینری یا 2 تبدیلش میکنیم و حالا میایم عملگرهای بیتی رو روش اعمال میکنیم. فرض فرمایید عملگر بیتی AND فقط بیت هایی که در هر 2 عدد 1 باشن باقی میمونن. یعنی ما 5 رو اومدیم اینجا تبدیل به باینری کردیم، 8 رو تبدیل به باینری کردیم، 5 و 8 رو اینجا نوشتیم. حالا میگیم اونهایی که هر دوشون برابر با 1 میبینیم که هیچ کدوم از این بیت ها برابر 1 نشدن. عملگر بعدی عملگر OR هستش. میگه اگر حداقل یکی از بیت ها 1 باشد نتیجه 1 میشود. 5 رو نوشتیم، 8 رو نوشتیم، 0 1 1 شده، 0 0 0 شده. اینجا می‌بینیم 1 داریم، 1 داریم و 1. عملگر بعدی که خدمتتون می‌خوام عرض بکنم عملگر XOR هستش. عملگر XOR میاد در بیت‌های متفاوت، مثلا یکی 0 و دیگری 1 باشد نتیجه 1 میشود. همونجور که مشاهده می‌کنید 0 با 0 0 شده، 1 با 0 1 میشه. عملگر بعدی نات هستش که من اینجا عنوانش نکردم چون خیلی به نظرم ساده اومد و نخواستم خیلی زمان بر بشه. نات یعنی اینکه شما بیاید اگر این بیت ها 0 0 0 0 و 1 0 1 هستن اینو برعکسش کنید. یعنی جای 1 0 بذارید، جای 0 رو 1 بذارید و حالا بیاید محاسبه رو انجام بدید. چون ساده بود من
خیلی روش مانوری ندادم. عملگر بعدی در واقع بیت ها به چپ حرکت میکنن و سمت راست رو با 0 پر میکنن. عملگر لفت شیفت یعنی در واقع این هستش، یعنی میایم بیت های به چپ رو حرکت میدیم و سمت راست رو با 0 پر میکنیم. مثلا اگر 5 رو در نظر بگیرید شما، اینجا در انتها 0 1 هستش، این 1 بیت میاد به سمت در واقع چپ، 1 میاد اینجا قرار میگیره و پشت سرش رو 0 قرار میدیم. همین رو در بیت های به سمت راست هم داریم، یعنی میاد بیت ها به راست حرکت میکنن و سمت چپ رو با 0 پر میکنیم، برعکس این. و خدمتتون عرض بکنم که عملگرها هم اینجا به اتمام میرسه. امیدوارم که تونسته باشم خیلی جامع، کامل و روان خدمتتون عرض کرده باشم. متشکرم که تماشا کردید و تا جلسه آینده خدا نگهدارتون باشه.